آخرین سه حرف کوروش بزرگ. تابوتم را پزشکان حمل کنند تا همه بدانند هیچ طبیبی نمیتواند جلوی مرگ را بگیرد. تمام طلاهایم را در مسیر حرکتم بریزید تا مردم بدانند مال نتوانست نجاتم دهد. دستهایم را از تابوت بیرون بگذارید تا بدانند که باید با دست خالی رفت. مرد را به عقلش بنگر نه به ثروتش، زن را به وفایش نه به جمالش، دوست را به محبتش نه به کلامش، عاشق را به صبرش نه به ادعایش، مال را به برکتش نه به مقدارش، خانه را به آرامشش نه به بزرگیش، شخص را به انسانیتش نه به ظاهرش، سخن را به معنایش نه به گوینده‌اش و دل را به پاکیش نه به صاحبش.